معاملات داخل میشود. چوبان وقتی که خلق انتخابش کرد بیچاره انتخابش نکردم. 97% جمهوری تاجیکستان آواز داده که آخر باید 3-4 نفر دیگه 3-4 نفره که اندازه بشه با چوپروس بشه گیتاری ایزو میکشم قچ کپ زنم. خداحافظ دیگه من ایزو میکشم با خودم ایزو میکشم کپ زنم. یه آدمی که تماما گفت دیگه میدونه گروه که 97% الله از زمین مون آواز نمیگیره. 97% الله از زمین مون آواز نمیگیره. زمین مون آواز نمیگیره. احمق همین خدا را در زمین مون 97% آواز نمیگیره. همین خدا را مون 40%، 50%، 49%، 48% آواز میگیره. 50% نمیگیره. همین الله خالق ما و شما. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان. الحمد لله الذي جعل للحق ناصرا وللباطل قاهرا، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، بارک الله فیکم. این رد و جواب ششم به محمد اقبال مشرک خیانتکار یهودی و یکی از بی‌حیاها و بی‌ادبها که صفتها زیاد است تا آخر رفتن شرط نیست. در همون صحبتش که در حق ما کرده، در همون جا گشته و برگشته چشمهایش رو بیجا کرده. محمد اقبال بی‌ادب یهودی میگفت که بیاید ابو محمد مدنی کفر مرا ثابت بکند. البته مرا ابو محمد در اونجا نگفته بود، خیلی چیزهای بد گفت. فرزندی مرا هم البته مرا ابو دجال گفته، فرزندی مرا گویا که من پدر دجال باشم. اعوذ بالله. خیر کبوتر است تو. آخر کبوتر بی شرم بی حیا چی گوید؟ لیکن بالاخره ما کفرهای اینا یک چند کفرش بیان کرده هستیم. این وقتی که حکم الله انکار کرد، وقتی که قرآن و سنت این در این زمان حکم کرده نمی شود گفت، وقتی که قرآن و سنت حکمش ظالمی و ناعدلی میگوید و امروزه عدل دیگر چیز میگوید، حکم خودشو، حکم رئیسشو، من نمیدونم حکم اهل خانوادهش میگوید، این کفر اکبر است و این شرک اکبر است و این کسی که دیده و دانسته شناخته میشه نگه اونم مشرک است. لیکن بیاید کفر دیگری شه با اثبات بکنیم. کسی که آداب در حق الله ندارد، آیا آداب در حق من یا دیگر برادران و خواهران موحدی من دارد؟ امروز بسیاری مسلمان های مردم تاجیک، نه فقط مسلمان ها بلکه تمامی کم عقلدار مسلمان و غیر مسلمان تاجیک از بی‌آدابی انا همین انسان، از زبان فحش انا همین انسان، از همین آداب نداشتنش همه رنجیدگی است. نه زن گفته نه مرد گفته. ویدیو می برارد محمد اقبال در دست بعضی انسان ها سبزی، در دست خودش هم سبزی بود والله علم، خودش هم از همین جماعت والله علم است، من نمیدونم در دست همه سبزی چی معنی دارد. ویدیو می برارد در حق زنها، ویدیو می برارد تمام مردم یک منطقه رو، تمام یک مردم مردانشون رو دایوس میگه، میگه زنهایشون رو به کلابی میتیند. ویدیو میبرد به ملتگرایی، ویدیو میبرد ابو محمد مدنی کنیه‌ای که پیامبر صلی الله علیه و سلم این کنیه گذاشتن رو سنت کردن، تحقیر به سنت پیامبر میکند. ابوها ابو دجال اینو میگه. این البته کفر اکبر است من باب تحقیر سنت پیامبر، چخیلی که در نواقض الاسلام آمده است: من ابغض شیئا مما جاء به النبی. هر کسی که بد بینن یک چیزی پیامبر آورده صلی الله علیه و سلم. آیا ما وقتی که ابو محمد شدیم یا ابو محمد گذاشتیم همین کارمون مخالف سنت پیامبر است یا موافق است؟ البته 100% موافق سنت پیامبر است. پس اگر این موافق باشد، همین کسی بد ببیند مسخره کند، آیا سنت پیامبر بد دید و مسخره کرد؟ بله، سنت پیامبر بد دید و سنت پیامبر مسخره کرد. کافر است یا نیست؟ بله.
به اجماع علما به این سنت کنیه‌ای که سنت رسول الله صلی الله علیه و ابو مثلا محمد ابو احمد گفتن، کسی که تحقیر و مسخره و بغض و عداوت میکرد، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استهزاء و بارک الله فیکم کفری، بعد از این کفری استهزاء و کفری بغض، کفری مسخره و کفری بدبینی که کفر است. زن طلاق است، فرزنداش ولد الزنا هست. اما انکنون ما به مردم مسلمان تاجیکستان میگیم که ای مردم، شما از این بی‌حیا، بی شرمنده ها، کافر شده های، مشرک شده ها چی را انتظار است؟ اینها وقتی که الله و رسول استهزا میکنند، این محمد اقبال شرمنده وقتی که در حق الله و رسول آداب و اخلاق ندارد، همون الله که شب و روز ما دعا میکنیم از او میطلبیم، همون الله که شب و روز ما او به عبادت میکنیم، همه مسلمان ها میلیون ها و میلیارد، همون الله که هزارها پیامبر برای در راه او آمدند و اذیت کشیدند و دعوت کردند و جانشان به خاطر توحید ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت بخشیدند، همون الله را که صالحان، مؤمنان، موحدان شب و روز در حقش حرکت میکنند و از او طلب میکنند و از او میترسند و به او جنتش امید دارند، اینها تحقیر میکنند، اینها مسخره میکنند، اینها پست میزنند. آیا از کسی که الله تحقیر میکند، الله کتی مسخره و بازی میکند، الله تشبیه به مخلوق میکند، حق الله به جا نمی آورد، آیا از همین چنین انسانهای پست مشرک کافر انتظار آداب و توقع آداب کرده میشد؟ نمیشه. ببینید کفر نوبتی این محمد اقبال خبیث که الله یکتا و تنها را، ربمان را چگونه تحقیر کرده و قدرش ندانسته و بریده واقع شده است. ببینید نود و 7% جمهوری تاجیکستان عبور داده که بعد 3-4 نفر دیگه عرضه میشه و چپول میشه که در ایزو میکشم قچ کردن. خدا حافظ. میگم من ایزو میکشم، مخدوم ایزو میکشم کردن. میادم که تماما دکومنت رو بزنم. اصلا ما نمیگیره. خالی حتی زمینون رو نمیگیره. زمینون رو نمیگیره. الله المستعان. ما خدا را زمینون آدم نفر روز نمیگیره. خدا را ممکن است درصد کیلومتر درصد 8% روز میگیره. خدا را نمیگیره. انا ببینید من البته مسئله رحمان و حکومتش، کفرش، شرکش وقتی که صحبت کردم، این چوجه ها اون وقت سیبی پولشره چینده میگشت. این چوجه ها به مانند اقبال اینها سیب کنده، آلوچه کنده همون زندگی میکرد. ما همون وقت کفر این حکومت و لشکرش بیان کرده هستیم. لیکن امروز ما به این مشرکین یک کفرشون با بیان میکنیم و به شما پیروان ای مردمی که پیروی همین مشرکین هستید، به خاطر همین مشرکین آهسته راهتون را به سوی جهنم راست کرده شدین. خطاب به شما است که ببینید برای چی ما مخالفت به این خوبسا داریم، برای چی ما ضدیت به محمد اقبال بی ادب خبیث مشرک داریم. انا همین است که این انسان به خاطر شکمش، به خاطر خانهش، به خاطر زن و فرزندش، به خاطر خواسته نفسش الله ما را زیر پا کرده. اعوذ بالله. الله ما را به همین مردم، به انسان ها برابر کرده. آیا همین سخنش کفر است یا نیست؟ بعضی ها میگن که این عقلانی ها، این جهمی های خوبسا که دینشون فقط عقلی هست، اینها میگن که شما امروز در دنیا ملحد است، اگر الله خودش آورده اینجا بماند ملحدا آواز نمیتند. ای انسان، انمی سخنت که تو هم کافر شدی. تو الله را با بنده مقایسه نکن. لیس کمثله شیء. یگان چیز مانند الله نیست.
و او شنوا و بیناست. لیس کمثلی شیء و هو السمیع البصیر. یکم کفر این است که این محمد اقبال شرمنده بی ادب فحاش الله رب العالمین رب السماوات والارضین را به بنده ها مقایسه کرد، به همین پادشاه های دنیا مقایسه کرده شده است. الله را اعوذ بالله به رحمان و فو به دیگر حکومت ها و به دیگر من نمیدونم دموکرات خودش به استادش قیاس کرده شده است. ابن عثیمین رحمه الله در حق همچنین انسان ها بله یک مثل همین یک خبیث دیگری همین سخن گفتگی است. امامشون حزبی برای همین شیخ ابن عثیمین جواب میگوید، میگد نعوذ بالله هذا يجب عليه ان يتوب والا فهو مرتد لانه جعل المخلوق اعلى من الخالق. یعنی وقتی که ابن عثیمین شنیدن انا همین سخن محمد اقبال بر این یک انسانه، او چی گفت؟ او انسان هم عربی کتی گفت که لو ان الله عرض نفسه على الناس ما اخذ هذه النسبه. اگر الله خودش عرضه کند به همچنین انتخابات انا همچنین نسبت زیاد 90-97% نمیگیرد. وقتی که این سخن به ابن عثیمین رسید و از ابن عثیمین پرسیدن، ابن عثیمین گفت نعوذ بالله پناه به الله گفت از این سخن. کسی که میگه که الله اگر خودش به انتخابات ماند 40% و 50% و 90% و 80% و اینو آن میگوید، از این سخن پناه به الله. این چنین سخن نگوید، دین این دنیا و آخرتتون میسوزونید، کافر مشرک میشوید. ببینید علما چی میگن، هذا یجب علیه ان یتوب. به این چنین انسان، به همین محمد اقبال بر این انسان و امثالش واجب است، فرض است که توبه کند، و الا فهو مرتد. اگر توبه نکرد مرتد است. البته پیش از توبه مشرک است و کافر است، توبه نکند و با اصرار کند مرتد است. لانه جعل المخلوق اعلى من الخالق فعليه ان يتوب الى الله. زیرا که این چنین انسان های که همین سخن میگویند مخلوق را، یک مخلوق انسان را به الله برابر کرده، مانند کرده است. الله را به مخلوق، مخلوق را به الله سبحانه و تعالی مانند کرده است. برای همین واجب است که توبه کند. پس به همین سخنش محمد اقبال کافر است یا نیست؟ کافر است. کسی که شک میکند حال اسلام بو نبرده است، این کافر است، این مشرک است. این سخن فقط همین سخن اخوانی ها یک دو پیشوایشون که ابن عثیمین اونها را تکفیر کرده، رد کرده است. ببینید ابن عثیمین، اینها ابن عثیمین با گفته خودش کتاباش میخواند و فهمیده و ترجمه و اون کرده است. بعضی گپا کذاب است، دروغ میگه، نام کاری دیگرهای بسرش گرفته. لیکن بالاخره ای کسانی که ای بنام طالب علم هایی که ای عبدالرحمن فاتحی شرمنده الله خارت کنه چهره سیاه، ای محمد انصاری شرمنده چهره سیاه، ای سهراب عادلیان که تو را محمد اقبال همیشه میگه که استاد و این بهترین آدم، گوش کنید میگه. به شما من سوال میتیم، اگر شما حقگو باشید، از عذاب جهنم بترسید، از الله یکتا و تنها بترسید، احترام الله و حق الله دانید، به شما سوال است که به همین صدای محمد اقبالی که شنیدید که انتخابات مسئلهش به الله اگر آواز ماند 40%، 48%، 50% آواز میگیرد، آواز زیاد نمیگیرد، گفت آیا همین سخنش کفر است یا نیست؟ ای برادران و خواهران سوال کنید از هر یک عالم و طالب علم. هر کسی که گفت که نه سخن ابن عثیمین به او ارسال کنید، او گمراه است. هر کسی که گفت که نه این هیچ گپ نیست، او یک گمراه جهمی است. من البته سخن ابن عثیمین را به گروه اسکرین شات کرده میگذارم، ببینید، فرستید. ابن عثیمین مرتد گفته یک آدم معین رو. مرحمت این جهمی ها، عازری ها ابن عثیمین امام میگن، ابن عثیمین قبول دارن. مرحمت ابن عثیمین که قبول دارید این چنین انسان مرتد گفته است، آیا قبول میکنید؟ آیا قبول میکنید که ای عبدالرحمن فاتح چهره سیاه خبیث، ای محمد انصاری، ای سهراب عادلیان، آیا شما قبول میکنید که کسی که الله همین سخن گفت مرتد است؟ مرحمت دینتون آشکار کنید، عقیدتون آشکار کنید، الله حقش بجا آورید، الله دفاع کنید، الله نصرت دید.
بندیش نیست، بندیش نه الله. شما کیها کی اعوذ بالله از دفاع صحابگان و از دفاع رسول الله دست کشیدید؟ لیکن مرحمت نوبت شما را الله همچنین چهرهتون سیاه کرد که هم جماعت شما، هم مجلس شما، هم گروه شما این خبیث به خاطر آرزوی هوس کرسی و شکم خودش شده الله به زیر سوال برده ایستاده است. لیکن شما باز برادر عزیزم گفته گردید. ان شاء الله همون گفت پیامبر است که می شود. پیامبر گفتند المرء مع من احب، انسان همراه کسی است که دوست داشته باشد همراه همون می شود، حکمی همون می گیرد. و در روز قیامت هر کسی که در این روز به کسی دوستی کرده باشد در روز قیامت همراه همون می خیزد. آذری هایی که به این محمد اقبالی که الله کتی اعوذ بالله دارد بازی میکند و تحقیر میکند و تشبیه میکند کرده ایستاده است همراه همین میخیزد. ببینید یک شرک است که بسیاریان میدانند مخلوق را درجهش به درجه الله برآوردن یا که الله درجهش به پایان فرآورده مخلوق به مانند کردن، هر دوش کفر است. امروز اقبال مخلوق الله به درجه مخلوق فرآورده ایستاده است. اعوذ بالله، یعنی مقایسه به مخلوق میکند. الله خودش اگر نامش به انتخابات موند آواز نمیگیرد. میگه آیا همین سخن، آیا همین ضرب المثال، همین مثال زدن، آیا همین یک کفر نیست؟ ابن تیمیه میگه که کفر است. مقبل الوادعی میگه که کفر اکبر است. الله المستعان، الله المستعان. پس قال المحدث العلامه ابو عبد الرحمن مقبل ابن هادی الوادعی میگه در همین مسئله گفت کفرت یا او قاربت، میگه کافر شدی ای فلان و به کفر نزدیک شدی یا به کفر نزدیک شدی، کافر شدی. میگه برادرها به این چنین جهلا پیروی کرده شما این سخنهای و این باطلگویی ها را بس کنید. الله و تعالی در سوره نحل آیت 74 میگوید فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. در تفسیرش ابن جریر طبری گفتند فلا تضربوا لله الامثال يقول الله فلا تمثلوا لله الامثال. با الله مثال نزنید. الله مثال آورده دیگران کتی مانند کرده نزنید. میگه ولا تشبهوا له الاشباه، الله به یگان چیز مانند نکنید یا الله به دیگر چیز مانند نکنید. فانه لا مثل له ولا شبه، الله مثل ندارد، مانندی به کسی ندارد و هیچ کسی شبیه هم به الله نیست. سبحان الله. ببینید انا این است که الله به تو امر کرده ای محمد اقبالی مشرکی که حق الله نمیدونی، آداب و اخلاق در حق الله نمیدونی، آداب و اخلاق نسبت الله نمیدونی، تو بی ادب، طعنت، پس زنیت حتی به درجه حد پایان ترین یا بلندترین رسید که از این دیگر حدی بالا نیست. تو به الله داری اعوذ بالله تحقیر میکنی. فلا تضربوا لله الامثال. پس به الله مثال نزنید. الله به یگان کس مانند کرده مثال نزنید. الله به دیگر کس مثال کرده مانند نزنید. آیا کافر شدی ای محمد اقبال شرمنده به همون آیت قرآن که الله سبحانه و تعالی کلام الله که الله در قرآن نازل کرده گفت ان الله على كل شيء قدیر، یک چند بار تکرار میشه، 10 بار در قرآن تکرار شده که به درستی که الله به همه چیز قادر است. آیا کافر شدی به این آیت دیگر که الله سبحانه و تعالی میگه اذا اراد الله، اگر الله یک چیزی رو خواهد ای یقول له، چی میگه دوم آخر آیت ای یقول له کن فیکون. الله یک چیزی اگر شدنش خواهد میگه که امر میکند ای یقول له، به او میگه که کن بشو، میگه کن، میگه الله فیکون میشو. الله سبحانه و تعالی در روی این دنیا یک اگر بخواهد که همه مردم هدایت یابند و همه مردم سجده به الله کنند، الله
مالک بودنشه، رب بودنشه، خالق بودنشه، یکتا معبود برحق بودنشه در همه جانب توحید قبول کنند. اگر الله همین خواهد الله سبحانه و تعالی هدایت میکنه. با این آیت سوم هم مگر کافر شدی که الله در قرآن میگه که اگر الله خواهد که همه مردم هدایت کند هدایتشون میکنه. یا تو میگویی که الله نخواسته به انتخابات می آید، الله نخواسته، یا میگویی به انتخابات میاد. ای از همه جانب این سخن کفر است، از همه جانب شرک است، تحقیر الله است. اما افسوس که امروز 4-5 گمراه، 4-5 کسانی که به خاطر همین بازی و به خاطر حکومت نمیدونم یا به خاطر من میبینم که در گرد اطراف اینها 4-5 کسی که حال دکیمنت نداره به خاطر همین گرفتن والله اعلم پناهندگی 4-5 آدم ها می آیند در گرد این غلاغله میکنند و بعد از اینکه پناهندگی را گرفتن گمشته میروند. والله اعلم اینا یگون فتوا دارند این گمراه ها که تو پناهندگی را گرفتن شرک و کفر کن و بعد از این از حزب نهضت یگون ورق شگیر از این مشرکا بعد از این گم شوفته یگون چی دارند. ای کسانی که ریش میمانید، ای کسانی که خودتون مسلمان میگوید و بعد از این در گرد این مشرک میستید و میگید که بله حق گفته دوستان، شما به گپ نه، شما الله تحقیر کرد نمک میگید شما هم کفار مشرکین هستید، شما دینتون فروختید، الله اعوذ بالله به یک طرف گذاشتید به خاطر انا همون آیندهتون. انا این نوشه سنجش میگن، الله میسنجد. ای کسی که تو دعوای مسلمانی داری توی الله میسنجد. همین در گرد اطراف اقبال بوده ها رو هم الله 100 بار و 200 بار حالا دارد میسنجد که تو کنی مسلمانی یا نیستی. کفر این استادت، کفر این دوستت، کفر این برادرت میبینی، آیا این کار میکنی؟ آیا براءت میکنی؟ آیا به لا اله الا الله گفتگید میستی؟ کجاین شما؟ اسلام شما کجا است؟ الله سبحانه و تعالی در قرآن گفت الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الف لام میم. آیا شما میپندارید گمان میکنید که ما شما رو نمیسنجیم بعد از اینکه مسلمان شدید؟ حتما شما رو میسنجیم. خودتون مسلمان گفتید تمام میسنجیم ما شما رو. چگونه ای که پیش از گذشته شما دیگر قوم ها دیگر امت ها بودن که خودشون مسلمان گفتن سنجیدیم تا که عمیق شود دقیق شود همه فهمد که صادق کی کاذب کی. دینداری گفتن این نمیگن. انا کنون آیا ما به همچنین انسانی پست، به همچنین انسانی که الله ما را معبود برحق ما را تحقیر میکند، حق ترسیش به جا نمی آرد، حق احترامش به جا نمی آرد، حق عبودیت و ربوبیتش به جا نمی آرد، آیا ما این احترام میکنیم؟ توف میکنیم به خودش و به گرد اطرافش و تکفیرش میکنیم. کافر مشرک است. الله ما را تحقیر میکند. کی اجازت داده به این خبیث؟ یا الله را هم این حزبی ها از آن خود کردند و دیگرها را حق نمیدهند که دیگرها الله بگوید. چخیلی که یکی از شاگردای این خبیث دوستانش یک المز بود، من نمیدونم کسی بود، گفت که هر کسی که لا اله الا الله گفت داعشی میگه. انا کنومت الله تحقیر میکنه. بعضی از انسان‌های هستند که باز به ما می آیند و نصیحت میکنند که بیایید کار ندارید به اینها یا اینها مبارز هستند. ای از الله ترسین. الله تا دارد تحقیر میکنه. تو چخیله مسلمان هستی؟ تو چگونه غیرت داری؟ تو چگونه غیرت داری؟ اعوذ بالله، اعوذ بالله، پناه به الله، پناه به الله از این گمراهی. بله چگونه ای که علما گفتند یک انسان وقتی که گمراه شد و الله به او فرصت داد ولی توبه نکرد، باز غوطه زدن میگیرد به کفر و شرک و گمراهی. و در تفسیر ذکر شده است و به همچنین آیتی هست که علما در تفسیرش ذکر کرد. اینو اعوذ بالله روز به روز کفر اینها به جای این که توبه کنند از الله ترسن، برعکس آشکارتر و واضحتر خودشان را دارند قهرمان حس کرده ایستادند که من ما چیکار خواهیم میکنیم؟ ما در اروپای آزادی هستیم، الله هم داریم تحقیر میکنیم. کسی که ما را انکار کند این خوارج تکفیری داعشی. ای الله خواهرت بکند. تو در کجای دنیا نباشی تو حق نداری که الله تحقیر کنی. تو حق نداری که رب و معبودی بر حق ما را الله را مثال بیاری و تحقیر کنی به خاطر حزبت شده. تو به حزبت و به جماعتت و به تو و به امثالت کفار مشرکین و به ما حق نبوده است که ما
الله دفاع کنیم؟ آیا آزادی بیانی که شما میگید همین است که شما برایت الله تحقیر کنید؟ پس فرق شما به همون کسانی که قرآن میسوزانند چی است؟ خوب است. الله سبحانه و تعالی گفت وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته الى آخر الآیه. علما و مفسرین گفتند که وما خاف الله حق مخافته، نترسیدند از الله حق ترسش را. از الله چگونه ای که باید میترسیدند نترسیدند، حق ترس الله را به جا آوردند. انامین الله میگه وما خاف الله حق مخافته. انامین هستند، انا همین هایی که در کدام چیزهای عادی پست بلند شرک کفر دارند الله مثال آوردن میگیرن. الله مثال آوردن میگیرن. اینها به چی میگویم؟ اینها نترسیدند از الله چگونه ای که باید ترسند بود. نترسیدند، قدری الله ندانستند، حقی الله ندانستند. سبب چی؟ سبب جهل است. جهل به چی؟ جهل به دین، جهل به توحید، جهل به الله، به ربشون. و باز اینا هستند که غلا غله میکنند. الله مگر امر نکرد؟ مگر امر کرده نگفت که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته؟ ای اونهایی که مسلمان و مؤمن هستید، دعوای مسلمانی میکنید، از الله بترسید و حق ترسش بجارید. حق ترسش چی است؟ حق ترسش نمین است که تو الله را مثال پس نزنی، قدرتای الله انکار نکنی. الله المستعان، الله المستعان. توبه میکنیم به سوی الله و باز میگردیم بار دیگر به سوی الله و پناه میبریم به الله از این چنین ضلالت و گمراهی. حالا آیت رو که و ما قدر الله حق قدره، علما رو میبینیم که چی میگن؟ میگن که ما عظموه حق تعظیمه. الله اکبر، الله اکبر. تفسیر ابن کثیر بینید. همین خود حزبی ها با خودشون بعضشون عالم اینو آن وصف میکنن. کور نباشی، ببین پیش از این که الله تو را کور بکند و مشرک بمیری، ببین و ما قدر الله حق قدری ای ما عظموه حق تعظیمه. قدر الله ندانستند، حق قدرش به جا آوردن. یعنی چی؟ الله چگونه ای که باید بزرگ میشماریدن بزرگ نشماریدن، حق عظمت الله به جا آوردن. در 3 جا این ذکر شده: سوره انعام، سوره حج و یک سوره دیگر که حالا به یادم نامده است. و در جای دیگر علما گفتند و ما خاف الله حق مخافته. از الله نترسیدند چگونه که باید میترسیدند، حق ترس الله به جا آوردند. وقتی که این خوبسا از الله نترسیدند، وقتی که این خوبسا الله عظمتش به جا، از عظمت الله چگونه که باید بزرگ میشماریدند بزرگ نشماریدند، پس از اینها ما چی انتظار شیم؟ الله المستعان. وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه. حق قدر الله سبحانه و تعالی را به جا آوردید. چگونه که باید حق قدر الله به جا می آوردید، حق ترس الله به جا آوردید، حق عظمتی الله به جا آوردید، چگونه که باید به جا می آوردید. و بدانید که همه این زمین 7گانه در یک قبضه الله در روز قیامت است. الله همچنین بزرگ است، همچنین بزرگ است که نه فقط این زمینه که ما زندگی میکنیم، 6 زمین دیگر که این زمین ها 7 زمین است، همه این زمین در یک کف الله است، در یک قبضه الله می شود. الله اینقدر بزرگ است. این خبیث مشرک بیاید و بگوید که همین الله بزرگ گوید اگر همین زمین به خودش وی بار به انتخابات به نام شماند آواز نمیگیرد. بگید آخر الله سبحانه و تعالی خواهد همین روز همه هدایت می‌کند، همین روز به او همه سجده میکنند، همین روز
الله اگر خواهد همه او را انتخاب میکنه. لیکن این دنیا دنیای ابتلا است. این دنیا دنیای سنجش است. به سبب ابتلا فهمیده می شود که کی مسلمان است و کی غیر مسلمان و مشرک است و عاقبتش جنت یا جهنم است. یا این خوبسای حزبی و بخصوص محمد اقبال مشرک امتحان بودن دنیا را هم یا که اینها فراموش کرد. الله المستعان. الله المستعان. انا همین است. وقتی که به حق بازی میکنید عاقبت شما انا همین است. پس با همین این صحبتمان را به آخر میرسونیم. بالاخره حقیقت اینها را بفهمید برادران و کسانی که این صحبت شاید منتشر کنند. همون ویدیوش میدونید هست، گذارید و منتشر کنید. بالاخره همه دانند، همه فهمند که ما به خاطر چی با اینها مخالفت داریم. مخالفت ما کرسی تراسی نیست. ما بیزار از کرسی همین مخالفش هم حکومتش هست. مخالفت ما به اینها به خاطر یگان آبروبازی هم نیست. مخالفت ما برای به این خوبسا همین است که دین ما را اینها بازیچه گرفتن. قرآن، سنت، فهم سلف، اهل سنت و جماعت، همه اینا به خاطر خودشون به کدام طرف خوان استفاده میکنن؟ خون مسلمان ها را به کدام طرف خوان میریزونن؟ حالا آمدن به در حق اعوذ بالله رسیدن در حق الله سبحانه و تعالی. بله در حق دین الله هزار دروغ گفتن، ما داریم آیسته جواب داده ایستادیم. در حکم الله دروغ گفتن جواب دادیم. در دین الله در مسئله توحیدش دروغ گفتن جواب دادیم. در مسئله مشرکین برابر بودن مسلمان و مشرک گفتن جواب دادیم. در مسئله جاهل مسلمان یعنی یک کسی که مشرک است نفهمید اون مسلمان گفتن جواب دادیم. پیامبر آذری گفتن جواب دادیم. حالا آمدن تمام اکن الله بگذاشت. ای مسلمان ها بیدار شوید، بیدار شوید، از الله بترسید. کسی که الله شما را بزرگیش بزرگ نمی شمارد. عظمت بزرگی الله چگونه که باید به جا بیاورد و بزرگ شمارد بزرگ نمی شمارد. تو میای او را بزرگ میشماری؟ وای بر حال تو مسلمانی که با همینها هم نشین هستی، میشینی میخیزی، همینها را مسلمان میگویی. بعد از فهمیدن این سخنهایش اگر همون مسلمان گویی تو الله اعوذ بالله ترک کردی، دفاع و نصرت الله ترک کردی. تو باید به خاطر الله به اینها براءت میکردی. به خاطر الله کسی که تو را ببین، به خاطر الله کسی که الله تو را تحقیر میکند باید براءت میکردی. کسی در حق پدری تو یک سخنی بی ادبانه زند، در حق مادری تو سخنی بی ادبانه زند، چگونه داد و فریاد میکنی؟ امروز ما میبینیم بسیار تو خودشون مسلمان میگن، پدر و مادر میگن این اخیرگی چیزی من نرس. اما ببینید در مسئله الله که خلق کننده پدر و مادرت است، خلق کننده زمین و آسمان است، عاقبت الامر به سوی او است، او حساب کتاب کننده است، یکتا و تنهای بزرگ است، جنت دوزخ در زیر حکم او است، او به جنت و دوزخ میبرد و نجات در توحید رو او گفته که توحید این است، نجات در توحید است، عاقبت شر و جهنم در عاقبت شرک است، گفته او گفته. تو می آیی با کسی دوستی میکنی که همه این حکم الله زیر پا کرده، خودی الله تحقیر میکنه. شرم بود به تو، شرم بود به تاقی تو، شرم بود به ریش تو، شرم بود به مسلمانی تو یک منافق زندقی بیش نیستی. بمورین خوب سای منافقین که به خاطر دنیا شده تحقیر کننده الله رسول که دوستی میکنی. باور نکردین به قدرت الله. اگر شما به قدرت الله باور میکردین از این خوبسا، از این تحقیر کنندگان الله رسول، از این کفار مشرکین امید نمیکردید، به الله تکیه میکردید. اگر شما ایمان به بزرگی قدرت الله میکردید دوست این چین انسانان میشدید. اگر شما ایمان به قدر تقدیر نیکی و بدی میکردید که نوشته شدگی است همه چیز، شما به اینها خودتون گرفتار نمیکردید. لیکن الله به علمش و به حکمتش خودش میداند که باز عاقبت الامر چی است. انا این بود سخنی ما به پیروان و دوستداران و بزرگ شمارندگان فاتح و امثالش و الله هدایتشان بکند بالاخره. و اگر شایسته هدایت نباشند الله سبحانه و تعالی اینها را در این دنیا و آخرت خوار و ذلیلشان بکند، چهره‌هایشان سیاه بکند، روز بروش حقیقت اینها را به مردم نشان بدهد
که به دین الله بازی میکنن. چگونه که سلف در بالای جهمی و رافضه گفتن، جهمی ها و رافضه ها خودشون مسلمان میگفتن. امام بخاری گفتند در خلق و افعال العباد که جهمی ها و رافضه ها بدتر از یهود و نصارا است. یکی از سلف صالح دیگر در کتاب خلق و افعال العباد گفتند که ما سخن یهود و نصارا نظر میکنیم، بنی اسرائیل سخن بنی اسرائیل بگیم، بنی اسرائیل سخن یهودی های نظر میکنیم، گفتن بنی اسرائیلیات، اما سخن یهود و نصارا معذرت خواهی میکنم، سخن یهود نظر کردیم اما رافضه و جهمی اصلا نظر نمیکنیم. سخن سلف در کتاب خلق و افعال العباد امام بخاری نوشتگی نظر بکنید. عیناً این حزبی هم همین است، این حزبی هم همین است. الله تا اومده تحقیر میکند، کتابت تحقیر میکند، دینت تحقیر میکند، عقیدت تحقیر میکند. الله چهره هاشون سیاه بکن، عجایب قدرتت را در بالاشون نشان بده. الله خارو ذلیلشون بکن وقتی که تو را قدردانی نکردند. الله امروز ضرر و مصیبت به بالای موحدین دارند، میکارند و میکشند. الله خارشون بکن، الله قدرتشون نابود بکن تا که تحقیر کنندگان تو انا همچنین جزای مناسبشون در این دنیا و آخرت بگیرند و دیگر رو ببینند که به الله بازی و شوخی و تحقیر و این چنین بازی کرده نمیشود. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.